Ну что, посчитал? Да, начальник. Сколько? 16. Сколько это? 16. 16. Сколько это? А как фазан 16 чам шабаруси? 13. Ну ты, 13 начальник. ну ты балбес. یک طبیب ده طبیب خلقی فقط برای همین علفای طبیعت خود مطابقت بکنه. بعد یک روز بیمار من پیش همین طبیب خلقی میگه که بیمارم من میگه که آخه چیکار خدمت کنیم؟ میگه همین علفات بسیار مقصد تعریف کردم. بعد همین طبیب چند نمود علفا را مردک داد میته. بعد بیمار میگه که طبیب همین علفات فایده داره؟ من میگه که کنش نه فایده داره. کنه چی تو؟ اینا نمین نو یک دخانگه خریدم با یک زنیگه گرفتم. اینا نصیب باشه یک ماشین خریدم با نزدیکی با چه مزن میتونم همیا فایده نیستن. سلام دوستان عزیز، خیلی اشی لطیفه نگفتین، یک لطیفه میگیم با پای کار برو بشویم. 3 نفر تاجیک انگلیچن خیتایی طرف یک کوه تماشا میرم، کوههای سنگین. بعد مسئلت میکنن سر همون کودکی میگن بیا طرف همین کوه داد بزنیم، آوازی کمی که بلندتر که برآمد جمع میکنیم $100 توفش میکنیم. بعد میگن گپ نیست، نوبتی توجیک میشه اول. بعد اون طرفی کو داد میزنه من تو رو دوست میدارم، میگه که طرفی کو صدا میاد که من تو رو دوست میدارم، رام 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 چند خ صدا میاد. بعد نوبت انگلیسیان میشه طرف همون کو داد میزنه که I love you، طرف کو صدا میاد که I love you. حالا که نوبت خیتای میشه و بعد همون خیتای طرف کوه داد میزنه هیچوها چومین مون. بعد از طرف کوه صدا میاد که اکا چیزه گفتی نفهمیدم. Таджикистан, привет. Зафарча, привет. خیرش نگره Sonra da kalk, came back,